اصل مطلب و اونم این که واقعا توی بیزینس ما کوچ و منتور چه نقشی دارن و چطوری میتونن یه جورایی درصد موفقیت بیزینس ما رو بالاتر ببرن. دقیقاً. دقیقاً خیلی نکته خوبی اشاره کردی و خیلی موضوع خوبیه به نظر من و خیلی دوست داشتم در مورد این موضوع صحبت کنم. همینطور که در واقع میدونین همه ماها توی این بیزنس آنلاینی که ما در واقع داریم انجام میدیم ما یک کوچ داریم و یک منتور داریم. حالا میخوام اینو با یه مثال شروع کنم که خیلی برای دوستان شفافتر باشه. تصور کنین که شما یک رهبر ارکستر خیلی معروف رو تصور کنین که یک تیم خیلی بزرگی داره و هر نوازنده داره یک سازی رو مینوازه، مثل ویولون، مثل حالا پیانو، فلوت، درام یا هر چیزی که در واقع اونا دارن. و وقتی که اینا سازهای مختلفی رو مینوازن، هر کدومشون خیلی حرفه‌ای هستن، خیلی پروفشنال هستن و با استعداد هستن توی همون مقطع کاری خودشون. و وقتی که اینا کنار هم توی یه جایی میخوان یک برنامه اجرا کنن و میخوان که این برنامهشون رو اجرا کنن، هر کدومشون اون بخش خودشون رو میدونن که چجوری در واقع انجام بدن. اگر که بدون رهبر، بدون مربی یا کسی که در واقع هدایتشون میکنه هر کدومشون یه سازی بزنه، در واقع اون ریزالتی که خودشون میخوان حرفه‌ای در نمیاد و همشون سازهای مختلفی میزنن و همه صداها قاطی پاتی میشه و اون صدایی که میخوان رو در نمیتونن درست کنن. ولی اینجا یه رهبر میاد، یه رهبر ارکستر میاد که حالا من نمیدونم پوزیشنش رو چی میگن، ولی وقتی که یک رهبر ارکستر وارد میشه، اون کسیه که از تجربیات خودش داره استفاده کرده، از توی اون حرفه به قول ماها میگیم خاک خورده خاک اون حرفه رو خورده، یا علاوه یاد گرفته، تمرین داشته، نقاط مثبتش و نقاط منفیشو همه اینا رو در واقع به دست آورده، چالشاشو، اینا تمام چیزایی که در واقع توی اون کارش بوده تجربه کرده و الان آماده است که به یک گروه خیلی بزرگ حمایت کنه و به هر کدوم اونا رو تو نقاطایی که مختلفی که داره کمکشون کنه و تا اونا هم با هماهنگی اون رهبر بتونن که اون موزیکی که میخوان بنوازن، اون سازی که میخوان بنوازن رو به بهترین نحوه انجام بدن و در نهایت یک اجرای خیلی فوق العاده ای میشه. ولی اگر که این در واقع این موضوع کسی نباشه که همواره همکاری کنه باشون و رهبرشون نباشه، کسی نباشه، خب 100% اون ریزالتی که میخوان رو به دست نمیارن. به خاطر همون این بیزنس آنلاین ما هم همینطوریه. وقتی که شما یک منتور و یک مربی دارین کنارتون، از تجربیاتشون دارین استفاده میکنین، مثل یک نقشه راه میمونن که آلردی برای شما هموار کردن، چالشاشو، نقاط مثبتشو. اگر کسی جایی باشه که مطمئن نباشه، شک داشته باشه، تردید داشته باشه، تمام اینا رو بهتون میتونه که کمک کنه تو این مسیرتون و میتونه که بهتون بیشتر کمک کنه تا این مسیر رو خیلی هموارتر پیش ببرین. و یکی از چیزایی که واقعا خیلی مهمه وقتی که آدم یک منتور و مربی داره توی این بیزنس آنلاین، اینه که شما دیگه آزمون خطا نمی‌کنین، چون آلردی اون آزمون خطاشون رو انجام دادن و یه عالمه اطلاعات، یه عالمه کسب کردن که بتونن بهتون کمک کنن. حالا توی این بیزنس آنلاین ما زوم های مختلفی هستش که هفته‌ای انجام میشه، روزانه انجام میشه، اینا که همه دست به دست هم میدیم که توی این مسیر به همدیگه کمک کنیم، از هر اقشاری هستیم که بتونیم توی اون مسیر موفق بشیم که ریزالت خیلی خوبی داشته باشیم. 100% همه ماها از بک‌گراندهای مختلفی اومدیم، معلم داریم، مهندس داریم، دکتر داریم، دانشجو داریم، مادر خانه‌دار داریم، اینا از هر بک‌گراندی که تحصیلی، تجربه‌ای. وقتی که میایین توی این بیزنس آنلاین، شما یک منتور و مربی دارین که بهتون اون مسیر رو کمک کنه. چون بعضی وقتا من خودم اینو حس کردم، به تجربه خودم اینو حس کردم که بعضی وقتا آدم حواسش پرت میشه، از مسیر میخواد خارج بشه. وقتی که شما یک منتور و مربی دارین، توی این مسیر بهتون کمک میکنه که شما این کارا رو انجام ندید و بهتون بگه دوباره تو مسیر درست برگردین توی همون مسیر درست و تمرکزتون رو بیاره روی همون مسیری که شما آلردی هستین و بهتون کمک کنه. و این خیلی به کسی که توی این بیزنس آنلاین رو تازه شروع میکنه خیلی براش مهمه به نظر من، که یک نفر باشه از نظر اعتماد به نفس، از نظر داشتن تجربه، از نظر انگیزه و از نظر تمام این مزایایی که توی این بیزنس آنلاین هستش بهش کمک کنه تا اونم موفق بشه.
چون واقعا من خودم توی بیزنس های دیگه ندیدم که همچین سپورتی و همچین اطلاعاتی رو به گروه چون بدن. ما یه هدف داریم و دقیقا. همه ما می‌خوایم از یه سیستم وصل بشیم، انگاری هممون به یه ریسمانج و راه سعادتمون رو پیدا کنیم. بر همینه که همه به هم کمک میکنن، از هم ایده میگیرن و تجربیاتشون در اختیار نفرهای بعد قرار میدن. و این واقعا همونطوری که تو گفتی مثال رهبر ارکستر خیلی عالی بود. حالا توی کلامت من این دوستانی که تازه به جمعمون اضافه شدن و سوال پرسیدن و هم این وسط بگیم. اول که سلام خدمت همه، سهیلا جان، آقای حسین پور یا خانم حسین پور و این دوستمون رن استودیو که سوال پرسیدن که این بیزنس آنلاین چی هست و چه پروژه‌ای رو دنبال میکنه. خب اینو بخوایم حالا خیلی کوتاه وسط حتما. این موضوع بهش بپردازیم. بیزنس ما یه بیزنس فرانچایز بیستی هست که شما با یک سرمایه گذاری اولیه‌ای وارد این بیزینس میشین و کسب و کار آنلاین خودتون رو در زمینه دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی انگاری امروزی شروع میکنید و در ازای این مارکتینگی که انجام میدید کمیسیون‌های خیلی عالی دریافت میکنید. دقیقا. که حالا اطلاعات بیشتر رو هم خب قطعا باید که ایمیلتون رو دایرکت کنید به فاطیما جون یا من تا بتونیم اطلاعات بیشتر رو بهتون بدیم. حالا در دقیقا. مورد موضوع اصلیمون که در مورد همین کوچ و منتور بود، من یه مثال خیلی برای خودم حالا شاید واقعا خیلی ملموس باشه اینه که مثلا دیدین وقتی آدم وارد یه شغل جدیدی میشه میره یه جایی، خب شما به قولن از قبل اینترویو شدی و معلومات شما سنجیده شده، حتی با درست. که برای اون شغل مناسب بودی، ولی وقتی میری تو گیج و گمی نمیدونی از کجا شروع کنی چی کار کنی، اصلا حتی معلوماتی که داری و اینجا چجوری بیای به کار ببندی. حالا بماند از اینکه این بیزینس واقعا نیاز به معلومات قبلی هم نداره چون همه چیز رو از صفر آموزش میدن. ولی من برای مثلا مثال خودم وقتی وارد این شرکت شدم، خب بعد از مصاحبه‌های تخصصی و همه چیز وارد شدم و واقعا نمیتونم از کجا شروع کنم. و یه نفر رو که سینیر من بود، حالا یا توی مثلا کار ما اسمش منتوره، برای من قرار دادن که اون به من کمک کنه و انگاری یه نقشه راه به من نشون بده که اول این کارو میکنی، اگه این اتفاق افتاد این راه حلشه، اصلا برای که بتونی سریعتر حل مسئله کنی این کار و این کار. و دقیقا همین نقش و منتور من توی شروع این بیزنس بر من داشت و من تونستم از اون حالت گیجی و گمی در بیام. مضافه بر این که ما اینجا خیلی راحت میتونیم سوالاتمون رو توی زوم ها و جلسات هفتگی بپرسیم. منتور شخصی خودمون رو داریم، حتی منتور ما دوباره اونم یه کوچ داره که مرتبه بالاتره و اگه سوال واقعا پیچیده باشه یا گیر و گوری به قولن توش باشه دیگه از منتورم میره بالاتر و یه کوچ اون بالا هست. و دقیقا. دقیقا انگاری که یه بچه کوچیک که شما اینطوری میکنید اونم دست شما رو میگیره و راهش میبره. و به نظرم خیلی به آدم امنیت و آرامش میده که تو اگه تلاش میکنی یه نفر حواسش به تو هست که تلاش تو به ثمر بشینه، هدر نره انرژی رو. دقیقا. دقیقا. دقیقا باهاتون موافقم. واقعا این مثالی که زدین واقعا درسته. وقتی مثل یک بچه کوچیک که دستشو میگیرین کم کم راه میفته و حالا اگه بخوره زمین، اگر داغون بشه بهش کمک میکنین و از اون تجربیات خودتون دارین استفادهش میکنین، مثل یک مادر که بهشون توی اون مسیر در واقع رشد کنه و با همون تجربیات خودشون بزرگ بشه و توی اون مسیر موفق باشه. این بهترین چیز بود، مثالی بود که در واقع میشد زد. و این بیزنس ما این کمک رو به دوستان میکنه که از همون صفر، از همون اولی که در واقع وارد بیزنس میشن، یه منتور مربی در اختیارشون باشه که توی این مسیر بهشون کمک کنه. و خیلی مهمه به نظر من، چون من توی حالا بیزنس های دیگه من همچین چیزی ندیدم، همچین ساپورتی رو که از از یک منتور مربی داشته باشی، از یک گروه خیلی بزرگ داشته باشی که برات زوم بذارن بهت کمک کنن، جایی اگر اشتباهی انجام بدی بگن که آره این مسیر درست نیست، من این مسیر رو پیشنهاد نمی کنم. آزمون و خطاها، تمام این چیزا واقعا خودش یک پکیج بزرگ هست برای بیزنس دقیقا. آنلاین. میدونی علت این چیزی که تو گفتی چیه؟ این که مثلا تو بیزنس های دیگه ندیدی یا منم حتی نشنیدم، اینه که به نظر من اون کمپانی مادر اسپانسر ما، اون کمپانی ژاپنی، انقدر سیاست فروشش رو قوی طراحی کرده که دقیقا. تمام آدمایی که دارن به عنوان زیر شاخه این و توی فرانچایزاش کار میکنن، همه اینا یه هدف دارن و اونم این که میخوان که با فروش بیشتر
به کمپانی کمک کنن و کمپانی هم از اون بر با کمیسیونا و پورسانتای عالی به ما کمک میکنه. پس یه وین وین سیچویشنی ایجاد کرده که هیچ کس مثلا ناراحت از این نمیشه که اون بفروشه اون نفروشه. و در ضمن این هم اضافه کنم که ما درگیر فروش نمیشیم، ما درآمدمون غیر مستقیم از فروشه، ولی کار ما بعدش آموزش مارکتینگ کردن برای کمپانی مادره. بخش فروشش کاملا وصل میشه به کمپانی مادر و اونا پیگیرش میشن. ما فقط میشیم منتور واسه آموزش این که چطوری توی پلتفرم‌های مختلف فضای مجازی کمپین‌های تبلیغاتی ران کنیم و کمپینامون موفق باشن و بتونیم خب مشتری بگیریم و هر بیزنسی بر همین اساس میچرخه. مشتری پول میاره و اون پول ازش ما تغذیه میشیم، کمپانی تغذیه میشه و همه چیز. دقیقاً کاملا باهاتون موافقم. واقعا این بیزنس آنلاینی که ما داریم انجام میدیم نعمتیه که توی خونه های ما هست و همه کسایی که توی این بیزنس آنلاین هستن دارن این بیزنس رو انجام میدن، در واقع میتونن یکی از یکی از مزایای خیلی مهم این بیزنس رو ببینن. و دوستانی که حالا این لایو رو میبینن در واقع میتونن که خودشون بیان رو چک کنن، بررسی کنن. ما اینجا هستیم که بهشون بیشتر کمک کنیم. اگر سوالی داشته باشن، اگر کامنتی داشته باشن در مورد بیزنس آنلاین یا اگر پیشنهادی دارن، ما میتونیم بیشتر بهشون کمک کنیم که اونا هم بتونن توی این مسیر موفق باشن. دقیقاً من همیشه دوست دارم که واقعا توی لایو آدم بتونه به قولن تو د پوینت صحبت کنه و بتونه که واقعا اطلاعات رو بده. امیدوارم که تا الان تونسته باشیم که همین کار رو کرده باشیم و اطلاعاتی که قرار بود رو منتقل کرده باشیم. اگه تو چیز اضافه تری داری که اضافه کنی به توضیحاتمون خوشحال میشم که بشنوم ازت. اگه نه که میتونیم کوتاه نگهش داریم که زمان زیادی نبره واسه وقتی میخوان نگاه کنن. حتما. تنها چیزی که من میخواستم به دوستان بگم از طریق این لایو اینه که اپورتونیتی خیلی زیاده توی دنیا و ما فرصت خیلی متفاوتی داریم و یکی از این فرصت ها داشتن یک منبع درآمد دومه که خیلی به نظر من مهمتره و پررنگتر میشه. هر روز داریم میبینیم که با این اوضاع اقتصاد واقعا آدم نیاز داره به یک پشتیبانی مالی بهتر. اگه شما هم که دوست دارین یک کسب درآمد آنلاین داشته باشین، ما اینجا هستیم که بهتون بیشتر کمک کنیم. از تجربیات ما میتونید استفاده کنیم. دقیقاً حرفتو واقعا خیلی میپسندم. تو دنیای امروزی که واقعا این شغلای آفلاین ما به هیچی بنده، هر روزی که تو لاگین به سیستم میکنی ممکن دسترسی تو قطع شده باشه و لی آف شده باشی. بعد همین واقعا این خیلی فکر هوشمندانه یه مرد تو دنیای امروز یه فکر واجبیه که همه بهش بکنن و یه بکاپی واسه درآمدشون داشته باشن. حالا اگر که واقعا این بیزینس با روحیات بقیه هم سازگار باشه که میتونید خیلی راحت با یه جلسه آزمایشی اینو بفهمید، دوره آزمایشی، این میتونه یکی از گزینه‌های خیلی خوب روی میزتون باشه و ما خوشحال میشیم که جواب سوالات رو بدیم. از همه دوستانی هم که لایو اینجا شرکت کردن در کنار ما بودن و اینکه بعدا ریکورد شده اینو میبینن ممنونیم که ما رو نگاه کردن و مرسی از تو فاطمه عزیز که به ما و مرسی از دعوتتون. مرسی از همه دوستان. خدا نگهدار. قربانتون. خدا نگهدار. خداحافظ.